برای اینکه بتونه در واقع زندگی اجتماعی رو، روابط بین فردی رو ممکن کنه، به این سری از ویژگی‌هایی بیاوریم و شروع به تغییر دادن زندگیمان کنیم. میان ما در یه فرآیند اجتماعی که رقم میخوره. حالا بعداً به این کتاب میپردازیم. یونگ هم نظرش همین بود. یعنی هر فرهنگی برای اینکه زندگی اجتماعی رو ممکن است رفیقه ما احتمالاً بقامون تهمیه یا اژدها که یک ماره که بازش کنیم. من بار توضیح خواهم داد. فراتر از جنسیت قراره باشه، نمیتونه تو کالبد یک جنس خاص محصور بمونه. کاملا حذف شد. یعنی وجه زنانه الهیات کاملا مغلوب شد که بر طبیعت سیطره پیدا کنه. تو همه حوزه ها در واقع این وجود داره و میشه اینجوری نگاه اقتصادی، سیاسی، شخصی، روانشناختی نگاه کنید، چون خیلی درهای جدیدی میتونه به روی آدم باز کنه. تو چه فرهنگی بزرگ شدم و فرهنگی که منو ساخته، چون فرهنگ منو میسازه، چه لنگ سایه من انگار تو این آدمه. یکی عشقه، یکی نفرته. صبح بخیر. امروز فردای روزیه که من بودم مسکو و کلی کار تو خونه دارم برای امروز، ولی خب خوشحالم که روتین ولاگ گذاشتنام هستم. الان میخوام ولاگ مسکو رو آپلود کنم واسه امروز که شما ببینین و همچنان دارم ولاگ امروزم ضبط میکنم. رو همین مبل که مشغول تامنیل و آپلود ولاگم بودم ساعت 6 شد و شبه. سلام به خونه، چای گذاشتم، دارم یه پاسته ولاگم ولی آپلود شد همین الان. اصلا برنامه‌م این نبود که تا ساعت 6 بخوام وقت بذارم واسش. کلی کار دارم، نمیدونم چرا نمیرسم. یه کافی هم امروز خوردم، یعنی همین نیم ساعت پیش اینا وسط کارم خوردم، چون یهو بدجوری بی انرژی شدم. میریم همون و شروع میکنیم به کارای خونه. بگو داشتم به چی فکر میکردم توی همون که بودم. ما که داشتیم از مسکو دیروز برمیگشتیم، تو قطار تو واگن ما یه بلاگر روسی که دنبال میکردیم و دیدیم دیگه، همونطوری که گفتم انتهای ولاگ دیروز. و خب خیلی عجیب بود، چون دقیقا نیم ساعت قبلش ما داشتیم راجع به این دختر حرف میزدیم، داشتیم پیجش رو میدیدیم و اینکه چون داره تخصص میخونه تو روسیه و اینا، یه ذره مثلا داشتیم برنامه زندگیشو به عنوان یه دانشجوی پزشکی میدیدیم حالا. و خب مسلما کلی سوال واسه آدم پیش میاد، واسه ما که فقط داریم از دور میبینیمش. بعد که یهو دیدیمش خیلی عجیب بود دیگه و میشد که برم باهاش صحبت کنم. حالا من نرفتم و خجالت میکشیدم، هر چی داشتم الان تو همون فکر میکردم. فکر کن بیاد اینجا، پیام اومد، فکر کن بیاد تو دانشگاه ما، احتمالش هست، چون که از اون روز به بعد حالا من جوین شدم تو کانال تلگرامش و میخونم پیاماشو. اومده پسکوف دیگه، مثلا تو قطار با هم بودیم دیگه، رسیدیم و دیدم که دیگه داره میره با چمدونش و اینا. اومده و هی حالا پیام میذاره توی ای بابا این گوشی هیچ وقت اینجا وای نمیسته. هی پیام میذاره تو کانال که آره آدمای جدید، زندگی جدید، انگار که میخواد بمونه اینجا. منطقی نیست ولی خب اومده یه مدت اینجا و هی داره راجع به آدمای جدید و کار جدید و اینا صحبت میکنه. از طرف دانشگاه ما کلا این اتفاق زیاد میفته که استادا از یه شهر دیگه بخوان بیان اینجا باشن که حالا توی دانشگاه تدریس کنن. اگر بیاد دانشگاه ما خیلی باحال میشه، خیلی. نمیدونم، البته خودم الان تو همون از این فکرای تو همومیه واسم، ولی اگه یه درصد واقعا اتفاق بیفته خیلی جالب. حالا اگر اتفاق بیفته که میام همینجا بهتون میگم. میزان لباساییه که باید بشورمشون. قضاوت هم نکن، به خاطر اینکه من توی دوره امتحانام بودم و وقت نبود. همیشه از لباس سفیدا شروع میکنم شستن لباسامو، چون همه لباسام سفیده. این پینای روی روپوش پزشکیمه
اینو یه پیج واسم فرستاد، خیلی گوگلیه و یه دونه دیگه هم امسال اضافه شد، اینو همکلاسیم بهمون داد. ببین چقدر بامزه است، خیلی گوگلیه، دوستم بهم داد تو کلاس. و آره روپوش پزشکیم بلوز سفید، 600 تا بلوز سفید دارم واسه زیر همین روپوش پزشکیم و کلا مثلا استفادهم زیاده از بلوز سفید. لباس خوابام اونا هم سفیده دیگه، جورابام هم سفیده، همه چیم سفیده دیگه. از اینم استفاده میکنم به پیشنهاد دوستان واسه لباسای سفید. خب حالا وقت تمیزکاری اون قسمته، بریم با هم اونجا رو مرتب کنیم. به به. تمام اینجا تموم شده، اما این قسمت یه کمی به اونجا مرتبطه، خیلی از وسیله که اینجاست که اصلا نمیدونم کی اینجا به این روز افتاد. الان اینجا رو هم مرتب میکنیم. نوبت اینجاست. تموم شد، البته کامل نه، چون باید آخش جارو کنم خونه رو، قسمت جاروته مونده، اما یه کمی الان استراحت میکنیم. یه کم هم گلوم درد گرفته. بچه ها من یه قرص داشتم از اینا که تو دهنت آب میشه، بذار ببینم کجاست جعبه قرصام. اینه. اینو وقتی که گلوم یه کمی درد میکنه، حس سرماخوردگی دارم، میخورم و خیلی هم خوشمزه است، از طعم نعناییش هم خوشم، یعنی تو دهنم میذارم بمونه آب شه و کاملا گلو دردمو نیومده از بین میبره. ببین چای زعفرون و یک کمی دارچین به همراه این گل محمدیات، چای مورد علاقه منه. بعضی وقتا توش آبیشم میریزم، بعضی وقتا هم نمیریزم، چون ازم پرسیدین گفتم سریع و تو ولاگم بهتون بگم. خیلی دیر وقته ولی من خوابم نمیبره و تو کانال تلگرام ازتون خواستم اتفاقای عجیب یا کادوهای عجیبی که تو ولنتاین گرفتین و واسم تو ناشناس بگین که من تو ولاگم بگم. الان قبل خواب میخوام یکم بهتون بگم، به خاطر اینکه من داشتم با دوستم حرف میزدم، یه 2-3 ساعتی که نبودم، 2-3 ساعت داشتم با دوستم که ایرانه حرف میزدم و تازه فهمیدم ولنتاینه دیگه. همونو اومدم تو کانال پیام گذاشتم بشینیم بخونیمشون. الان فکر کنم صدامو نشنویم، بذاریم میکروفون بذارم. 1-2-3 امتحان میکنیم صدا رو، ایشالله که خوبه دیگه. من از زیر پتوم در نمیام چک کنم. اول اینکه خیلیاتون گفتین
ولن چه تاینی، آمو چه کادویی، من برای تولدم هم کسی بهم کادو نداده، چه ولنتاینی. که خیلی ها تو کانال تلگرام من سینگلن و ولنتاینی به اون صورت ندارن. یکی گفته انقدر که هیچ کس نبود و نیست پارسال خودم به خودم گل دادم به دلم نمونه. از این عجیبتر منم یه بار این کارو کردم. یه بار خودم واسه خودم یه دسته گل خیلی خوشگل گرفتم. فکر کنم همین پارسال بود یا سال قبلش بود نمیدونم، ولی میخواستم یه ویدئویی بگیرم. ویدئوش هم محتواش این بود که خودت واسه خودت گل میخری و من خودم واسه خودم واقعا گل خریدم. اتفاق عجیبی که برای من 2 سال پیش افتاد این بود که رفتم برای ولنتاین کافه همیشگیم با دوست پسرم رو رزرو کنم. کافه همیشگیم با دوست پسرم رو رزرو کنم که سورپرایزش کنم. تقریبا 2 روز قبل ولنتاین دوست پسرم با یه دختر دیگه رو کنار هم دیدم. فهمیدم داره خیانت میکنه به من کرج زندگی میکردم و اون تهران و خبر نداشت اون روز تهرانم. به بچه کادوی از این با ارزشتر که تو روز ولنتاین بفهمی که اون کسی که باهاشی عشقت نیست و روز عشق نداری عزیزم. وای مهسان بذار اینو بگم، من دیوونه‌وار اولین دوست پسرم رو دوست داشتم. بعد خرداد ماه بود یه بار رفتیم بیرون، من پرسیدم ولنتاینو بهش اعتقاد داری یا نه؟ گفت اعتقاد دارم ولی واسه کسی که بخوام. گفتم یعنی چی؟ گفت یعنی از من انتظار کادو نداشته باش. ولنتاین روز عشق، نمیتونم برات کادو بخرم. وای مرد حسابی، حداقل به یه دختر 17 ساله رحم میکردی. انقدر صادقانه جوابم نمیدادی. این دیگه چه جوابیه پس چرا با طرف دوستی هستن؟ خب دوست نباش. مجبورین بعضیاتون دوست دختر بگیرین. آقا دوست دختر نگیر. یعنی چی روز عشق من به تو کادو نمیدم؟ وای جالب بود. ولی سلام مهسان، اتفاق از این عجیب تر که امسال اولین ولنتاین عمرمه. ولی ماه پیش به خاطر مشکل حقوقی که توی شرکتی که کار میکردم داشتم و زدم بیرون و الان هیچی پول ندارم. اشکالی نداره. واقعا بعضی وقتا تو زندگی که این اتفاقا پیش میاد و شرایطشو نداری از لحاظ مالی، مهم میدونی اینه که شاید خیلی حرفم کلیشه‌ای باشه ولی قطع شده بود. خب چی داشتم میگفتم؟ آره شاید حرفم خیلی کلیشه‌ای باشه خب، ولی مهم اینه که اون روزو واقعا یه جوری تبدیلش کنی واقعا به روز عشق، با به یاد اون آدم بودن، با یه کاری واسش انجام دادن. میتونه کوچیکترین چیزی باشه اما یه کاری باشه. میتونی نمیدونم اگه نقاشی بلدی نقاشی کنی، یا یه چیز خیلی کوچیک بخری، یا آشپزی کنی، یا نمیدونم الان ذهنم قطع نمیده، ولی کلی کار هست که تو میتونی انجام بدی. حالا و مطمئن باش که طرف مقابلت اگر دوستت داشته باشه واقعا خوشحال میشه و میبینه اینکه تو اشتیاقشو داشتی و به یادش بودی و یک قدمی واسش برداشتی. خودم تا حالا ولنتاین نداشتم ولی پسر دوستم براش یه دونه نانی گرفت. اونم تو راه گفت ضعف کردم باز کن بخوریم. نصف اونم خودش خورد. وای چقدر عظیم پیاما واسم فرستادین. چرا؟ واقعا چرا؟ تو چه رابطه هایی میرین بچه ها؟ میدونی اینا رو میشنوم حس میکنم اون طرف مقابل باتون دشمنی داره بهتون توهین میکنه. سلام احسان، اتفاق عجیبی که واسه من افتاد این بود که یکی از ولنتاینام که یه دوست پسری داشتم که الان دیگه نیست، یک محصول آرایشی رو واسش فرستادم. تو آنلاین شاپ بود تو اینستا و گفتم اینو خیلی دوست دارم و بهم گفت اگر دوست داری واسط میگیرم به مناسبت ولنتاین، چون نمیدونستم کادو واسط چی بگیرم. بعد از چند روز واسم اسکرین شات فرستاد که با اون آنلاین شاپ حرف زده و اونا گفتن این محصول تموم شده و 3 هفته دیگه دوباره موجود میشه و منم گفتم باشه عزیزم، اما دیگه خبری ازش نشد و کلا من اون سال کادو نگرفتم ازش، اما خودم بهش کادو دادم. ای بابا خب بهش یادآوری میکردی. نه دیگه خب خودش باید، مگه میشه یادش رفته باشه؟ نمیشه. نمیدونم والا. میدونی اینکه ممکنه یادش رفته باشه، اما اینکه یادش رفت چون اهمیتی اونقدری نداد به این قضیه که یادش رفت، یا مثلا یادش نرفت شاید و به روی خودش نیاورد. نمیدونم مثلا اینجور وقتا آدم باید چیکار کنه، اما اتفاق جالبی نیست.
هلو، کادوی عجیب ولنتاین پارسال من این بود که دوست پسرم واسم کتاب خریده. میدونی کتاب میتونه خیلی جالب باشه، ولی یعنی میتونه خیلی کادوی خوبی باشه. یکی به یکی یک کتابی بده، حتی معرفی کنه، یکی واسه به من معرفی کنه این که فلان کتابو بخون، مثل اینه که یه موزیکی مورد علاقه‌شو واسم بفرسته. یعنی خیلی یه جورای ارزشمند هست. اما روز ولنتاین واقعا راست میگه، کتاب چیه بابا؟ اینی که میخوام بگم وایس یه دختریه که اینو تعریف کرده، حالا الان بهتون میگم و جالبه بدونین و خودش امیدوارم ببینه الان که منم دقیقاً یه همچین خاطره‌ای دارم. چی بوده؟ گفته که یه سال ولنتاین با دوست پسرم تو کافه بودم دم ظهر و مثلا اومده بودم یه ساعت اینا ببینمش، بعد بهم کادو داد با گل و این داستانا و کلی شکلات و فلان. و من همینطور که تو کافه نشسته بودم یهو مامانم زنگ زد، منم هول کردم، مامانم نمیدونست که من کجام و این حرفا. باید فوری میرفتم خونه و فوری ازش خدافظی کردم، اومدم بیرون از کافه و تو راه که بودم اون دسته گل و کادو و این داستانا رو همه رو انداختم تو سطل آشغال که مامانم نبینه. خیلی بده. من اینو تجربه دارم به خاطر اینکه مثلا سالها پیش بود، مثلا منم یه همچین شرایطی توش قرار گرفتم، یهو مثلا کادو گرفتم و با خودم گفتم من اینو الان چطوری ببرم خونه و مغزم واقعا قد نداد جز اینکه بندازمش. و اون گفته، همین دختره که واسم وایس فرستاده، ولی گفته که حتی نفهمیده کادو چیه، میدونی، یعنی روش نشده مثلا حالا اونجا بازش کنه و فلان و اینا، بعدم همینطوری گرفته انداخته تو سطل آشغال. میگم شاید طلا توش بود، فکر کن طرف اصلا ندونه چی کادو گرفت. خیلی اینو درک میکنم، البته تو دوره تینیجری. یکی هم نوشته که از این وسیله های مثبت 18 گرفته کادو از دوست پسرش. من فکر کردم اینا فقط توی داستاناست، واقعا نمیدونستم ممکنه اتفاق بیفته. نمیدونم، هیچ نظری راجع به این نمیدم. سلام محسن عزیزم، من با آقای در ارتباط بودم که خانواده ایشون کامل در جریان دوستی و ارتباط ما بودن و اینم بگم سطح خانوادگی به شدت بالایی داشتن از لحاظ مالی. ما برنامه ریزی همه چیمون رو کرده بودیم، ولنتاین هم جزو این برنامه ریزی ها بود. منتها ایشون 1 ماه قبل از ولنتاین به من گفت داره برای همیشه میره هلند و 1 سال خورده‌ای داشتن با خانواده‌اش تلاش میکردن. من واقعا از لحاظ روحی توی اون دوره از زندگیم شکستم، ولی خدا رو شکر تموم شد و متوجه شدم آدم به شدت اشتباهی بود. اشتباه بزرگتر هم دلبستن من به اون بود. اوکی، در جواب این پیام میخوام فقط یه جمله بگم، اونم اینه که هیچ اتفاق بدی و هیچ دل شکستنی بی خود و بی جهت اتفاق نمیفته. تو همیشه بعدش رشد میکنی، یعنی همیشه بعدش متوجه یه سری چیزا میشی و یه سری تغییرات تو خودت ایجاد میکنی، تغییرات مثبت که بعدش میفهمی آها پس واسه این اتفاق بدو من تحمل کردم. پس اگر تو این شرایط قرار گرفتی، حالا خودش که گفته فهمیده، یعنی اینکه نباید دل میبست و حالا هرچی خودش نتیجه گیریه رو کرده الان. اما اگر شما الان توی همچین شرایطی قرار گرفتین، اینو بدونین، خیالتون راحت باشه، یاد این حرف من همیشه بیافتین که قراره فقط و فقط تجربه کنی و رشد کنی. دیگه وقت خواب عزیزم. البته من الان میخوام یه کمی ادیت کنم، بعدش بگیرم بخوابم. دوستتون دارم، مرسی که تا اینجا ولاگو با من دیدین، میبوسمتون. یادتون باشه که ویدیوها رو حتما لایک کنین، خیلی مهمه واسه کانال من. شب بخیر.